سلام به دوستان عزیز. یک خبر داغ و جنجالی از تیم ملی 2 میدانی ایران دارم که این روزها حسابی در رسانه‌ها سر و صدا کرده. تیم ملی 2 میدانی کشورمون که اوایل خرداد برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا به کره جنوبی سفر کرده بود، با یک حاشیه بزرگ و شوکه کننده روبرو شد. بازداشت 3 نفر از اعضای تیم ملی به اتهام آزار جنسی یک زن جوان کره‌ای حدوداً 20 ساله، طبق گزارش رسانه‌های محلی. این اتفاق ساعت 7 صبح در یکی از هتل‌های شهر گومین محل برگزاری مسابقات رخ داده. گفته شده که این 3 نفر در یک بار در نزدیکی دهکده ورزشکاران با این زن آشنا شدند و پس از رفتن به هتل اتفاقاتی رخ داده که منجر به شکایت این زن شده است. پلیس کره جنوبی بعد از بررسی موضوع 2 ورزشکار حدوداً 30 ساله و یک مربی تیم را بازداشت کرده. رسانه‌هایی مثل رویداد 24 هم گزارش دادند که این 3 نفر در حال حاضر در دسته بررسی پلیس هستند. در حالی که رسانه‌های کره‌ای این ماجرا را با پیگیری و پوشش دادند، هنوز هیچ کدام از مقامات رسمی فدراسیون 2 میدانی یا وزارت ورزش ایران در این باره توضیحی ندادند و فقط 3 مدیر فدراسیون به طور هماهنگ اعلام کردند که از ماجرا بی اطلاع هستند. این ویدیو با هم ببینیم از اعلام کانال خبری در کره جنوبی. 2025 아시아 육상 경기 선수권 대회에 참가한 이란 육상 선수와 코치 등 3명이 한국 여성을 성폭행한 혐의로 경찰에 붙잡혔습니다. 경찰에 따르면 오늘 오전 7시쯤 경북 구미의 한 호텔에서 20대 여성이 이란 육상 선수 등에게 성폭행당했다고 신고가 접수됐습니다. 현장에 출동한 경찰은 30대 이란 육상 선수 2명과 코치 1명을 현행범으로 체포했습니다. 이들은 대회 선수촌 인근 술집에서 피해 여성을 만나 호텔로 데려가 범행을 저지른 것으로 전해졌고, 경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있습니다. در ادامه صحبت‌های یک شهروند ایرانی مقیم کره جنوبی را میشنویم که درباره قوانین مربوط به تجاوز جنسی در این کشور توضیح می‌دهد. شما حتما این خبر رو شنیدین که بازیکنای 2 میدانی ایرانی اومدن کره جنوبی و به یک دختر کره‌ای تعرض کردن. به بهونه این خبر گفتم شاید بهتر باشه که یه سری از قوانین بقیه کشورها رو بدون. توی قوانین کره جنوبی قانونی وجود داره که اگر یک خانوم مست باشه و مشروب خورده باشه و حتی اگر خودش به آقا پیشنهاد بده با رضایت خودش با آقا بره هتل و حتی اگر پول هتل رو هم خودش بده، اگر اون آقا با این خانومی که مشروب خورده رابطه جنسی برقرار کنه، مجرمه و این خانوم میتونه بره ازش شکایت کنه. از سال 2013 این قانون حتی توی روابط زن و شوهرها هم هست. یعنی اگر یه آقا با همسرش در حین مستی رابطه برقرار کنه، خانوم میتونه بره از شوهرش شکایت کنه. حتی اگر توی خیابون وقتی یک خانوم مسته یک آقا بهش دست بزنه، حتی اگر به قصد کمک بهش دست بزنه، بخواد بیدارش کنه از خواب و هر گونه تاچی انجام بده، خانومه میتونه بره ازش شکایت کنه. امیدوارم دیگه هیچ وقت شاهد چنین اتفاقات تلخ و ناراحت کننده نباشیم و همیشه آبروی ایران و ایرانی در همه جا حفظ بشه. ممنونم که ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. اگه براتون جالب بود، حتما کانال منو سابسکرایب کنید و ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. منتظر نظراتتون هم هستم. تا ویدیوی بعدی، بدرود.